رنگ کردن قرنیه یا کراتوپیگمنتیشن استفاده‌های درمانی متعددی در چشم پزشکی داره. این نوع روش جراحی در بیمارانی که نقص در عنبیه چشمشون دارن یا عنبیه چشمشون تشکیل نشده یا کدورت یا لکه‌ها یا سفیدی در قرنیه چشمشون دارن قابل استفاده است. این روش در بیمارانی هم که دارای اختلاف رنگ در دو چشمشون هستن روش و راه حل بسیار مناسبی هست. باعث افتخار ما هست که بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان نخستین مرکز درمانی که برای تغییر رنگ دائمی چشم‌ها اقدام کرد در سالهای قبل با کارگزاری عنبیه‌های مصنوعی این اقدام رو شروع کرد. روشی که امروزه دیگه انجام نمیشه. امروزه روش کراتوپیگمنتیشن با استفاده از لیزر بسیار پیشرفته femtosecond و استفاده از رنگ‌های سازگار با قرنیه طبیعی انسان به عنوان روشی کم عارضه‌تر و ایمن‌تر برای این نوع مصرف درمانی معرفی شد. این روش امروزه در بیمارستان چشم پزشکی نور همتراز با کشورهای پیشرفته دنیا در حال انجام هست. ولی انجام این نوع عمل جراحی به منظور صرفاً زیبایی در حال حاضر در ایران مجوز قانونی نداره. به همین دلیل توصیه ما به افرادی که تمایل به تغییر رنگ دائمی چشم دارن همچنان استفاده از لنزهای رنگی هست. ولی اگر فردی اصرار به تغییر رنگ دائمی چشمش داشته باشه میتونه این عمل جراحی رو در مرکز نور عمان انجام بده.